تنها 7 ماه و 11 روز از صدور فرمان تاریخی مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار نمی‌گذشت که در 25 اسفند ماه 1285 هجری شمسی در تبریز و در خانه اعتصام الملک آشتیانی دختری متولد شد که نامش را درخشنده نهادند که بعدها در شناسنامه پروین ثبت گردید. اعتصام الملک خود ادیب، نویسنده و مترجم توانایی بود، کسی بود که اولین چاپخانه حروفی را با سرمایه شخصی خود در تبریز دایر کرده بود. او در دومین دوره مجلس شورای ملی به عنوان وکیل انتخاب شد و در سال 1298 مجله بهار را تأسیس نمود و مدیریت آن را به عهده گرفت. یوسف اعتصامی در مقاطع مختلف ریاست کتابخانه سلطنتی، دارالتألیف وزارت معارف و کتابخانه مجلس ملی را نیز به عهده داشت و این گونه بود که پروین در خانه‌ای متولد شد که به گونه‌ای محفل بزرگان ادب و فرهنگ زمانه خود بود. 5 ساله بود که به همراه خانواده به تهران آمد و در محافل ادبی که در منزلشان برگزار می‌شد از نزدیک با بزرگانی همچون علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی و نصرالله تقوی آشنا شد. در همان زمان در خانه و تحت نظارت پدر و معلمان خصوصی زبان فارسی و عربی را آموخت و ادبیات را در کنار پدر و استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار فرا گرفت و گاه در همان سنین کودکی و نوجوانی شعرهایی می سرود که موجب تعجب و تحسین بزرگان علم و ادب آن روزگار می شد. در 11 سالگی با اغلب آثار حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی، نظامی، ناصر خسرو، انوری، سنایی و منوچهری آشنا بود و حتی بسیاری از آثار ایشان را از حفظ داشت. در همین دوران بود که در کالج دخترانه البرز مشغول به تحصیل شد و پس از فارغ التحصیلی در همان مدرسه به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. ازدواج ناموفق او با عموزاده‌اش تیمسار فضلالله آرتا، رئیس شهربانی کرمانشاه، جزو غم‌انگیزترین حوادث زندگی او محسوب می شود. او پس از 2 ماه و نیم تحمل اوضاع نامساعد خانه شوهر به خانه پدریش بازگشت و در تاریخ 11 مرداد ماه سال 1314 از همسرش جدا شد و در همین سال بود که به تشویق ملک الشعرای بهار و به کوشش پدرش دیوان خود را منتشر کرد و ملک الشعرای بهار مقدمه‌ای بر این دیوان نوشت. پروین اعتصامی از نخستین زنانی بود که پس از دوره‌ای که زنان اجازه حضور در عرصه اجتماعی را یافتند به کار دولتی مشغول شد و در کتابخانه دانشسرای عالی تهران استخدام گردید و در سال 1315 از طرف وزارت معارف وقت نشان درجه 3 علمی برای وی در نظر گرفته شد که از دریافت آن امتناع نمود. دیوان پروین اعتصامی که مشتمل بر 6500 بیت و 248 قطعه شعر بود، از طرف جامعه ادبی وقت و مردم بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما متاسفانه در تاریخ 15 فروردین سال 1320 پروین اعتصامی بر اثر بیماری حصبه و پس از 12 روز بیماری در 34 سالگی درگذشت و در قم در کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد. او اگرچه عمر درازی نداشت، اما در همین اندک زمان توانست جایگاهی رفیعی در شعر و ادب ایران به دست آورد. تاکنون بیش از 2 میلیون نسخه از دیوان او به چاپ رسیده و شعر و نامش در کتاب‌های مدارس، دایره المعارف‌ها و تذکره‌ها به کرات آمده و بسیاری از بزرگان درباره او قلم فرسایی کردند.